سازمان وسایل تفاهم دادن پلیس سازنده و این پروسه پیوسته‌ای حیاتی مردم تکازنی این اداره سعی رو رسانند. طبق موضوعی که ما در دست داریم تا امروز وابسته به نشریه‌های ششم سال 2026 122 نشست مطبوعاتی از جانب سفارت‌های داخلی محکمه شهر معامله و سفارت وزارتی اجرا شده و در آنها و 1200 سالهای که به موارد اساسی خودمان پاسخ داده شده است. در نشست این روزه موارد که می‌بینیم موارد ساختارهای ولایتی نزدیک شده و کوشش می‌کنیم به سلامت وابسته به فعالیت مقامات اجرایی که ندارد حتی ساختارهای ولایتی داخل داشته باشد و جوابهای مشخص پیش می‌کنیم. یکی شما تحقیق کردن هستم که با قوانین کسبی شما معامله وسایل تفاهم دستگاه‌های مردمی بدارد و آنهای سازندگی و آبادکاری، بنیادکاری، امکاناتهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری سالهای 30 ساله فرهنگی و سرایی خدمات و دایره رسمی که جامعه معرفی می‌کنند. ما با تمام مطالب تعلیمی و اتفاقی وسایل تفاهم همچون وسیله مهم هشدار نمودن مسائل موجوده در رابطه مهم حل آنها و تکمیل فعالیت مقامات دولتی مسئول می‌کنیم. این معلوماتی که در وسایل تفاهم ما چی هستند و چی در شبکه‌های اجتماعی از جانب فعالان شبکه‌ها اشاره کرده می‌شه، ما حتما مورد تغییر قرار می‌دهیم وابسته به فعالیتی که می‌رسد وابسته به هر یک سکون مدیریت مسائلی که داخل داشته باشد ما حتما تغییر می‌دهیم. در دوره مطالعات امکانات ما کوشش می‌کنیم که مسئله حسابی یعنی که یکان مسئله می‌تواند بود بپیوندد نمی‌ماند. یعنی که برای ما موضوعات کسبی نه تنها امتیاز کرده واقعیت بلکه شریک مهم در شناخت مسائل‌ها تشکل افکار سازنده و پیشبرد رشد جامعه می‌باشد. محترم حاضرین، چنین می‌دانید نشست این روزها وابسته به نتیجه‌های فعالیت مقامات اجرایی دولتی ولایت‌ها و نشانه‌های ششم سال وابسته است و در ارزیابی فعالیت مقامات دولتی رقم‌ها می‌بینیم اما معیار اساسی نتیجه است که جامعه آن را می‌بیند و احساس می‌کند. یعنی که نشست مطبوعاتی ما همچنین نشست نیست و نشست مطبوعاتی روزها همچنین اصلاحات روابط مقامات اجرایی دولتی در نزد جامعه می‌بینیم. زیرا در پس هر یک نشانه‌های اقتصادی زندگی فعالیتی مردم قرار می‌گیرد. می‌بینیم که هر هفته از یک توصیه مربوط به شهر نویاباد سفر می‌کنید و بیشتر با مردم عادی صحبت می‌کنید. اینجوری در شهر نویاباد قبولی سیار می‌گذرانید. مردم بیشتر از چی شکایت می‌کنند و برای حل کدام مشکلاتشون با شما مراجعه می‌کنند؟ تشکر. روابط وقتی واضح واقعی رو تنها از یکی معلومات و اکتساباتی از جانب مقامات محلی و شهر پیشنهاد کرده می‌شود باید که در تدریج نمی‌کنند. برای فهمیدن واقعیت مسائلی که هست باید حتما باید که
با محال بود که رفته بود که مسلمان و ما بخشش خود بینه که مردم در کلام قرآن است. چی مشکلی داره؟ از زبان خود مردم شدن. ثبات شیدن نشه، حقیقت خانه نشه، وقتی رفته در محل با مردم به وسیله صحبت می‌آوریم، صحبت می‌کنیم. از زبان مردم می‌شنویم چی مشکلی داره، دو خیلی دیگر نیست. وقتی مردم اصلا که نماشی نیست. از گروه ما نکنتر نمی‌دونم. لیکن نوجیدگری و سر راه برسیده کرده منصوب تاروخی می‌موند منصوب و بین اشتباه مرکز. از همین رو از روز اول کلیت من کوشش کردم با مردم مناسب. در کوشش که مسافت بکنم، مسافت‌های ما با این مردم یک وقت تغییر شده نیست. یک وقت من نمی‌دونم که شکلی ما فهم نمی‌دونم. ساعت نیستن فقط می‌دونم یاد زمین من قلم مهمه. مادرش خودم بودم. حتی اون بعض مراد در مورد خونه خودم البته با جزر می‌دونم ما فهمم که وضعیت در محل چیست. و نشست‌های سویر هم مقصد سرزمین می‌ماند. و فکر من است که از زبان خود انسان و شهران سلطه ولایت مثلا ما اگر شدیم و در رویش اونوزه و برای حل اون کار امکان اگر اتوان در روزه امکان سری وقت اگر کارباری کنیم بهتر است و همین کنم تبریز اون مسئله که در قبل سرور بار میکنم از مبارک مقاماتی بوید واسه باشد نوعی باشد از دیگر ساختاری بوید اشیاء دیگر باشد اون کوشش میکنیم در روی سال فصل کوشش میکنیم وقتی شد حتما نفسی شورایی و حال یک سفر میکنیم و تغییر میکنیم زیر این صورتی خرچی شخصا مطلب خراب هر یک موضوعی که هست سلطه مطلب وقتی را یک مورد کنم میبینم اگر کاری کننده باشد ما با رفته در روی مسئله رو برسیم کوشش کردم مذاکره که سلطه نمی‌دونه اون موضوعی که از اون واسه دولت و دیگر از اون موضوع نکنه مقصد هم همین اگر ساختار مراجعه‌ها را اگر ببینیم نظارتی شهروندان اصلا وابسته با راه‌های محلی علوم شرطی تامین با تامین جنجوی ساختار سوال اجتماعی سوال معرفت داشتن است تصویری سوال کنی است اصلا همین موضوع است بچه گفتم ما کوشش میکنیم کدام است که فورا حال پیدا میشه و امکان داره رو سریعا کنم رو حال میکنیم گفتم زیر نظر من یک مسئله فقط میکنم که در این موضوع این بایستی افتخارم که این اقتصادی و از این کتن نمید چون که از روی اول ما رفتر در مخاطر و در قبلهای سریع داشتم موضوع دیگر بود بیشتر در تصمیمی این که مولیمی و همین موضوع خواهد روز همین موضوع قریب که میشتیم که اون روی همشه گفت و کشش میکنیم در مخاطر در خود باشه اون جهت زبان دیگر است این روز بسیار شهروندان و چه میگم تشبوس و پیشنهاد با ما مواجه میکنن در قبولهای سنیم در ملاقاتات میمونیم اونها هر که میگوید که بطرم ما اومده هستیم برای تأسیس جوی کنیم برای بلودی این که مکتب که مناسب تمام کنیم لیکن برای ما همین کارو کردن جزانداری کتری زندگی ببین یه مسئله که هستن از مخالط ما لیکن خودشون همچون شریک میدن و ما کوشش کردیم همین که تشبسو دستگیری کرده شد من به نظر ایمان البته این تغذیه بسیار
برای oyunlar, برای رشد سواری رشد حیات جامعه یه نیاز است. و خودم شخصا ما در کلام نخوده باشه جلسه باشه تاکید میکنم برای رئیسان شهر باید که منتظر نشان مردم تایید برای مشکلش نزدن بود. اوها باید از ایمان کنم. همین در نزد مردم بودن خودش این یک اصول کار نیست نستن. این البته پیش از هم مسئولیتی حالی باید کلام باشه. با همین کارا قراره نیست. این اصول کارا داومندی و وادارندگی ساختن میلیت وقتی که میدونیم که دنباله چی شرمونه و میلیت انداز داشته باشه و اونا که فهمیششون، دانششون و فکرشون نسبتی مقامات دولتی نگاه میشه. سلام. امسال به همه ما شما معلوم است که در نتیجه سر زدن آفت‌های طبیعی ساکنان اکثر شهر و مایه‌های ولایت ضرر جدی دیده‌اند. تا امروز از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی برای برطرف نمودن عاقبت‌های آفات طبیعی چی تدبیرها راه‌اندازی کرده شدند؟ برام رئیس یک سوال دیگه هم داریم. امروز در حدود ولایت چند کارخانه‌های بگم که فابریکه‌های پرنده‌پروری فعالیت می‌کنند و استحصال چنین فابریکه‌ها با گوشت و تخم ساکنان ولایت را قانع کردن می‌توانند یا نه؟ وابسته با آفات‌های طبیعی هم عمومشون شایان هستیم که مثال نه که در ولایت اما در حدود جمهوری یک موسمی دشوار حقیقت همین شهر مالی میده مالی‌های استفاده مالی نیستیم و در رسانه دارم خیلی شدم. یکی از موضوعی اولی رو بستم برای ما مایه آمدن هر چی ضرر مهم نبود. برای ما مهم آمد که خودمون حفظ کنشم پیش از همه سامان سری وقت رسانه ناکون اولی هم و البته برقرار نمودن این شروطی با مردم رسانه شدن زمین دوران من شخصا خودم و تمامی این نوزهایی که از خاطر طبیعی دارن سفر کنم دارم نمی‌موسته با ساکنان و نفرانی که از این خاطر دارن شما درستم در وقت تمام دین ترقی اجتماع مردم می‌کنم. در صورتی زده‌مون در هر منطقه دانشگاهی بینیم که فعالی سوری و بردون کردیم. برای هر یک مسئله که در جای داشت سعی کرده از تامین آن با مواد زکات دو برقرار نمودن اساساتی ضروری و منظوری سنتی ساکنان ضرر دیدن ما وظیفه‌های مشخص بوده کارها اصلی سازمان موضوع نظارتی جدید قرار دادیم با دستور علمی روسیه پرزیدنت جنوب ترکستان پیشروی محترم ایرانی و آیله‌های ضرر دیدن کمک‌های بشردوستانه و مواد ضروری سرگاه رسانده شدن مقامات اجرایی یک جون و ساختارهای داخلگاه و تمام امکانات‌ها را برای برطرف کردن عاقبت‌های کلینیکی و آفت‌های ضرر‌دیدن و روان کردیم و سر وقت قریب که همه مسئولان همه فاصل کنشان رفته شدند کارهای برقرار کنی نظارتی شدند وظیفه‌هایی که تو را قرار شده بودند علاقه یک سمش ساخته بایستگاه بودند و نظامی نظامیش بودند دکمنتاش بوده ساختمان وقتی شدند این چنین شبکه‌های مبارک دیگر اساساتی ضررگر نیست برقرار کنیش ما زیر نظر قرار داده گرفتیم و کوشش میکنیم که نشریسا همه رو همه بازی کنشیم ما کوشش کردیم به هر یک موضوع ضررگر و هر یک مسئله که هر یک موضوع است آموزیم چون که در هر یک اولیه که ما رفتیم
شخصا سال دوران شهرشون شخصا مثل مدل و آدرامون رو نگاه شده باشن با هم رو نقل نشده چونکه در تخوی همین موضوع حیاتی هم مردم میدارد همون باید میدارد اما کوشش کردیم که مردم رو کشت مفهم ایتیم و قریبیم و میتوانیم کنم کنم فصل من از یک چی سو بایستی چکاری من است یک از چیزها رو مهم میگیم که در جمهوری ما این همبستگی مردم ظاهر روان این که برقرار کنیم و خاطر کنیم چی سوی کو چی جاونیم سوکلون ما همشون در قانون دیگر بوده و با همین میگیم که روان با اون کنون بسید و آنچه که میتونه همین همگیری و دستگیری همدیگر برای زودتر برطرف نمودن مخاطبای خاطر تبیین و این کنون بسید من از خصوص استفاده بودم یک استان میاندازه خود مقامات جزای حکومتی دولتی می‌استخدامم و همه مونفرم اونجا منصور که همون مردمی که در همین کودتا رسیدگی کردن و سری وقت با سری وقت اگر بودن این که خاطر مثلا تبستان زود نمیستم میاندازه خود بیان میکنم لیکن افت تربیمی در آرگاه دیسان و ما دست چیزی هم هست و همین تمام میشه ما حالا که دستور مورد نظر با مقامات‌های جمهوری وابسته به آمریکایی که و یکی نوع واضح مسئولات زیادست و محترم و سر وقت کارهای کشنی کنیم با آنها رسول ما کوشش میکنیم در مورد نسبت موضوع و جدیدتر خود کنیم اما وقت نوادوری کنیم بعضی افتهای بعضی سرهایی که میاد اونم پیشنگی شما است ناسم در شهر ما حجمی که اونا میگن اون که یک کنم بکنیم کبلگی هستن سوتانی هستن اینجا خونه نمیتون امیده بسیاری هست لیکن از دیگه طرف طبیعت هست اما کوشش کردن نکن این که چه میگمش احتیمالتی رسانیدن میگیم که ضرر در مردم کمتر کنه این تمام شماره ضرر مبیان میشه سوال دیگه کنم خود معلومات در مورد شماره فابریکای پرنده‌پروری در ملت چند دارد؟ کارخانه پرنده‌پروری و بیسیسون انتخاب و پشت پرنده در خصوص مدیریت موجود است. خب هر بیسیسون محصولات داشتون؟ هر بیسیسون محصول البته با خوراکی احوال رفتیم و با خوراکی میکنیم با خوراکی تامین کردن نداریم از این بود در اکثر شهر نویو ساختمان کارخانه‌ای در پرنده‌پروری جریان دارد و داخل سوز بوده است. 5 کارخانه دیگر رو به بیسیسون پشت پرنده و استفاده داده می شود و مرحله به مرحله ما کوشش می‌کنیم در آینده نزدیک با پروژه حل کنیم. این دولت که اجرایی سوی کنم وابسته به حدود فابریکای پرنده‌پروری رفته استفاده کنم شخصا دیدن در آنها وزارت کارهای ساختمانی و در شهر کولا و در ناحیه موسیقی در غاله وسیع کنیم که فابریکای آمدنامه رفته استفاده است. نباشد برای شرکت انرژی سپاس فقط یک خواهش امروز من با دیگر تاکید میکنم مردم می‌گوید بمیرید فعال شدن اگر من رای خودم می‌کنم تجربه و مثلا باشد که دارم مواقع نسبت
185 mardum belirtiyoruz. Mardum olanların bunları görüyorlar. Kuşu şebesinde konu olmadı. Kuşu yapımında hangi üzerine oldu. این سطحی فعالیتی تشبسکاری تمام سوالات و سخن سوالات اصول یکش بیشتر واجه با همین نشست موضوع و جانستانه که خیلی موضوع بوشده و شما نواده موضوع شروعی سلوکی داری برسن که بشنسید اون موضوع از همین کنم هست بعد سواری دورایسون آلون شبا کنشون آره رو بینستن ما حتما بگیریم باید نشست ما کنجام هستیم سلام بشیم و فقط